بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش آمدید به درس نوی امروزه. درس قبلی در مورد مسح علی الخفین بود. امیدوارم که وقت پیدا کردید برای تکرار کردن. اگر نه امروز من سنجش نمیگذارم. انشاءالله یک چند روز باز هفته آینده، یعنی از هفته نو انشاءالله از شما میشنوم، هم بابی مسح علی الخفین رو و هم بابی حیض و نفاس رو. در درس امروزه ما از قسمتی از بخشی باب الحیض و نفاس میگذاریم که تقریبا از جهت متنش 2-3 صحیفه هست، 2.5 صحیفه تقریبا هست و این باب به حد بابی مهم هست، مخصوصا برای زنها. هم یعنی برای همه مهم هست. مردها هم باید از این باب آگاه باشند تا اینکه به زنهای خود، به دختران خود بیاموزانند. اما مخصوصا برای زنها مهم هست، چون که این تنها یک باب حساب نمی شود. بابی حیض و نفاس رابطه دارد، تعلق دارد به چندین دیگر بابهای علمی و بابهای عبادت ها. یعنی به نماز دخل دارد، به روزه دخل دارد، به یعنی نکاح دخل دارد، به طلاق دخل دارد، مخصوصا به طلاق، به طواف یعنی به حج و عمره تعلق دارد. قریب یعنی به تمام ابواب عبادت ها تعلق دارد. از این سبب است که اهمیت این باب و این فصل بیشتر و بیشتر می شود. پیش از آن که به این درس آغاز کنیم، من به تمامی کسانی که گوش کرده ایستادند و مخصوصا برای شاگردان دارالعلم میگویم که برای شما مهم هست که شما پلیلیستی فقه حیض رو گوش کنید. گرچند که پلیلیستی فقه حیض هم مختصر هست، تنها 6 درس هست. من در سال 2021 درس دادگی بودم. کمترک زبانم هم در فارسی بلد نیست در آن وقت، اما به فکرم که یعنی تمام مقدمه ها رو و تمام گپ های اساسی رو پیش کرده توانستم. امروز هم کمترک گوش کردم، به فکرم که لسانش و زبانش فهماست انشاءالله. و از یعنی استفاده میکنم بعضی نوشته ها رو و بعضی دیاگرام ها رو پیش میکنم در هنگام درس دادن فقه حیض. از آن پلیلیست شما زیادتر فایده میبینید، چون که من مثال ها رو پیش میکنم و البته متن عربی نیست که شما رو یعنی برای شما درس رو یا فهمیدن رو مشکل تر سازد. از این سبب در اینجا یک بار دیگر نشان میدهم این از پلیلیست فقه حیض که در کانال دارالعلوم بخار موجود هست. ببینید 6 قسم دارد. قسم دومش تعریف ها، سومش دوام تعریف ها، عمل های ناجایز دوران حیض، عادت حیض و طهر، ایاس و غسل. تمام این رو شما باید گوش کنید. اگر تا حال گوش کردگی نیستید، من از اول یعنی از اولی همین سال درسی برای شاگردان میگویم که این رو گوش کنید، این رو گوش کنید. تا حال اگر گوش کردگی نباشید، حاضر وقتش هست که شما در عین وقتی آموختنی باب حیض و نفاس از نور الایضاح شما این رو هم گوش کنید. خب انشاءالله بخیر است. به هر حال و این چونین یک گپ دیگری که من به شما پیش میکنم این است که باب حیض و نفاس و مسائل حیض و نفاس، مخصوصا فروعاتش یعنی وقتی فروعی مسائل میگویم یا یعنی فروعاتش وقتی که میگویم چی رو در نظر دارم، در این متن و عموما در کتاب های فقهی مؤلف برای شما قاعده ها رو درس میدهد که در این حالت این قاعده هست و در این حالت این قاعده هست و یعنی اینش مدتی مینیموم هست، اقل هست، اینش مدتی مکسیموم هست یعنی اکثر هست و غیره. قاعده ها رو برای شما میآموزاند. اما برای تطبیق کردن این قانون و قاعده ها همه وقت یعنی شاگرد آماده نمی باشد. همه وقت هر کس نمی تواند با استفاده از این قاعده ها به نتیجه های درست رسد. نمیتواند حساب کتاب کردن، چون که در اینجا متمتیک هم یا ریاضی هم، علم ریاضی هم کمی دخل دارد. آنم باید بتواند حساب کرده، باید از یعنی دو نوع کلندر آگاه باشد. از کلندر قمری یعنی هجری باید آگاه باشد، یعنی بتواند ساعت ها را درست و دقیق حساب کند و به نتیجه درست رسد. این را نظر کنید در بالای اکران. این عموما برای متخصص شدن یا برای پوره این علم رو فرا گرفتن و پوره از این علم آگاه بودن، برای کسانی که تخصص میخواهند حاصل کنن، این کتاب برایشان
آموزانده می شود، تعلیم داده می شود. ذخر المتأهلین و النساء فی تعریف الاطهار و الدماء، در فقه حنفی البته. این کتاب را، این متن را اولا امام البرگوی، امام محمد پیر علی البرگوی که وفاتش در سال 981 هجری بود تصنیف کردگی هست، تصنیف کرده بود. و چون که متن بود و مختصر بود، بعد از یک چند صد سال یک عالمی که متخصص فقه حنفی هست و این چونین کتابی فتوا دارد، رد المحتار، به نام رد المحتار هست یا فتوای ابن عابدین الشامی گفته می شود. امام ابن عابدین الشامی آمد که وفاتش سال 1252 هجری هست و بر همین کتاب، همین متن ذخر المتأهلین و النساء فی تعریف الاطهار و الدماء یک شرح تصنیف کرد با مثال ها و این شرح رو گفته می شود منهل الواردین من بحار الفیض على ذخر المتأهلین فی مسائل الحیض. برای همین عموما وقتی که مسائل مشکل حیض از ما پرسیده می شود، ما به کتاب امام یا برگوی یا به کتابی مخصوصا امام ابن عابدین الشامی بر میگردیم و از همین کتابی منهل الواردین استفاده میکنیم. عموما برای مسائل حیض چی گفتم؟ ما از یعنی در فقه حنفی باید یک کتابی مخصوص استفاده شود برای فتوا. عموما برای فتوای فقه حنفی ما به کتابی رد المحتار مثلا رجوع میکنیم، کتابی فتاوا شامی گفته می شود، این رو استفاده می کنیم. اما اگر در مسائل حیض باشد و مخصوصا یک فتوای یا یک سؤال خیلی دشوار باشد که تعلق داشته باشد به طلاق یا به عدت یا عدت وفات شوهر و غیره و این چونین میراث و غیره، ما برمیگردیم به کتاب منهل الواردین ابن عابدین الشامی. امام ابن عابدین الشامی گرچند که کتابی 14 جلده خود را تصنیف کردگی هست در فتوا رد المحتار و در آن هم بابی ҳайз هست، اما باز برای بابی ҳайз یک کتابی مستقلانه تصنیف کرد که با ما چی نشان میدهد یا چی اشاره میکند که بابی ҳайز و نفاس مخصوصا از جهت طبق فقه حنفی خیلی دشوار هست و خیلی پیچیده هست. همین خیلی هم دویم بابی که مشکل است این بابی میراث می باشد، یعنی علم الفرائض، چون که به علم ریاضی یعنی متمتیک دخل دارد، باید حساب کتاب کرده شود. خب برمیگردیم به متن نور الایضاح. من برای چی تمام این گپ رو برای شما رسوندم؟ برای اون که شما از حاضر همین ذهن خود رو، فکر خود رو آماده سازید که این بابی نیست که به آسانی درک کنید. من امید دارم که شما تمام گپ های اساسیش رو، فوندامنت که میگویم یا گپ های فاندامنتال که میگویم، این گپ ها رو شما از خود کنید و چیزهایی که به خودتان، به عادت خودتان دخل دارد البته که شما باید آموزید، خوب از خود کنید. اما مسائل پیچیده و مسائلی که به حساب کتابی دراز و طولانی نیاز دارد، این چیزها رو شما از یک درس یا بعد از یک درس درک نمی کنید و این باکی ندارد، یعنی هیجانی و احساساتی نشوید و غمگین هم نشوید. اگر شما خواهید که متخصص این فن شوید، یعنی این باب شوید، اولا یعنی بعد از درس های عمومی خود وقتی که به اتمام رسانیدین عربی رو که خوب از خود کردید، بعد می توانید که در این فن متخصص شوید از کتابی منهل الواردین. به هر حال اکنون آغاز میکنیم به متن این باب. من این متن را خواندم و الحمدلله برای شما گفته میتوانم که امام شرومبولالی به حد خوب گپای اساسی رو در اینجا چی کرده است؟ مختصر کرده است. اما باز هم بعضی تفصیلات هست که باید شما خودتان نویسید، در دفترتان جدا نویسید یا در یک کاغذ نویسید و در نزد متن نگه دارید. خب میگوید بابی ҳайз و نفاس. یخرج من الفرج ثلاثه دماء. میگوید که از فرج یعنی از شرمگاه 3 نوع خون خارج می شود. یکم حیض، دویم و نفاس، نفاس، و سوم استحاضه. اولا با 3 اصطلاح آغاز می کند این باب را و در همین پلیلیست فقه ҳайز من هر یکی از این کلمه ها رو تعریف می کنم. مخصوصا به فکرم تعریف هایم رو از خود همان منهل الواردین گرفتگی هستم، یعنی که حیض از جهت اصطلاح شرعی چی رو گفته می شود،
دم صادر من رحم، یعنی این گونه تعریف داده می شود و ترجمه کرده می شود. نفوس هم همچنین، استحاضه هم همچنین. اما در این درس ما به تعریف های به طرز تعریف کردن امام شامبولانی نظر میکنیم که آنقدر دیگر نیست، یعنی آنقدر فرق نمیکند از منهل الواردین، از ابن عابدین یا از امام برگوی. پس در اینجا میفهماند، میگوید که فالحیض دم ينفضه رحم بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس. این پورا جمله چی شد؟ تعریفی حیض شد. و در تمام تعریف ها، عموما در تعریف مخصوصا در مسائل فقه چندین تا قیود می باشد. قیود جمع قید هست، یعنی چندین تا شرایط می باشد که تنها بعد از پورا شدن این شرایط همان چیز رو ما با همین اصطلاح نام می گذاریم. پس باید خون این شرایط ها را پورا کند تا اینکه ما این خون را خونی حیض بگوییم. اولا میگوید که حیض خون هست که رحم، یعنی بچه‌دان، خب این رو بدانید، اولا بچه‌دان خارج میکند، ینفضه خارج میکند، روانه میسازد. این قید یکم هست، شرط یکم هست. یعنی که ما چی چیزها رو بیرون کردیم از تعریف، چی چیزها رو از تعریف خود خارج کردیم، استثناء کردیم. خونی که از دست براید، خونی که از بینی براید، خونی که از دیگر زخمها براید، یا حتی خونی که از شرمگاه براید اما از درون شرمگاه نبراید. تمام این خونها خونهای حیض حساب نمی شوند. مهم هست و شرط هست برای خون حیض که خون از بچه‌دان بیرون شود و بچه‌دان رو شما باید بدانید در کجا هست. یعنی اولا قسمت بیرونی شرمگاه هست، بعدا قسمت درونی شرمگاه هست. خب که من به فکرم در یک فتوا یک وقت برای شما قسمت های شرمگاه رو فهمونده بودم. و بعد از آن که قسمت درونی شرمگاه زن باشد، بعد ما میرسیم به سیرویکس، خب که یک استخوان می باشد. عموما در وقت تولد کردن همین دو استخوان به دو طرف می رود تا که 10 پالیتس که میگویند 10 سانتی متر گشوده می شود. و بعد از همین استخوان که سیرویکس نامیده می شود یا فم رحم گفته می شود به عربی، یعنی که دهانی رحم یا دهانی بچه‌دان، بعد قسمتی بچه‌دان هست. خب از اینجا وقتی که خون خارج می شود این رو حیض گفته می شود. دیگر چی کدام شرط ها هست؟ لا داء بها میگوید، یعنی باید از سببی، و اینجا بخشش پیش از آن که به این شرط رویم، بالغتین میگوید، یعنی که از زنی که به بلاغت رسیده باشد. اما شاید به شما سوال خلق شود که آیا پس از، یعنی چی طور زن میتواند بالغه باشد و بعداً حیض ببیند؟ در اینجا هدفش بالغتین، یعنی که باید حدی اقل در سنی از همه اقلی یعنی بلاغت باشد، یعنی که از 9 ساله کم نباشد، یعنی که از دختری که 9 ساله قمری یا کلانتر باشد. این رو در نظر دارد با استفاده از کلمه بالغه، چون که شما میدانید که پیش از دیدن حیض البته انسان بالغه نیست. پس در اینجا کلمه بالغه را که استفاده کرده است اونقدر خوب نیست، چون که قاری را یا یعنی کسی که میخواند همون شخص رو یعنی در غلط فهمی میتواند بیاندازد این تعریف. اما برای همین است که ما کتاب رو باید با یک استاد بیاموزیم، چون که استاد این گونه گپ ها رو برای شاگرد واضح میسازد. برای همین من میگویم که بالغه یعنی که چی رو در نظر داره؟ دختری که کلان باشد، یعنی که 9 ساله قمری باشد یا کلانتر، خرد نباشد، کودک خرد نباشد. و 9 ساله قمری وقتی که گفته می شود یعنی 9 ساله اسلامی، این مطابق هست به 8 ساله 8 ماهه و 3 هفتینه شمسی. یعنی اگر کسی عادت داشته باشد که کلندری ینور فوریه رو استفاده کند مطابق گریگورین که گفته می شود یا مطابق کلندر شمسی که هست، اگر این رو استفاده کند این مطابق می شود به 8 ساله و 8 ماه و 3 هفتینه. اما اگر ما کلندری اسلامی یا هجری رو استفاده کنیم از دختری که 9 ساله باشد حدی اقل. و این لا داء بها یعنی که باید از سبب زخم یا از سبب بیماری نباشد، چون که اگر این خون از سبب یگان خیلی بیماری غیر یعنی معمولی باشد این حیض حساب نمی شود. و این چنین میگوید ولا حبل،
یعنی دختری که نه بیمار باشد، نه بیماری داشته باشد و نه حامله باشد. یعنی اگر حامله باشد و این خون را ببیند، این خون را ما در وقت حامله داری حیض حساب نمیکنیم. ولم تبلغ سن الایاس، و این دختر باید به سن ایاس نرسیده باشد و هنوز به سن ایاس نرسیده است. سن ایاس آن سن و سالی را گفته می شود که مطابق کلندری یا جدولی قمری هجری 55 سالگی را گفته می شود. هنگامی که زن دو شرط را پورا کند، هم 55 ساله شود و هم خون حیضش قطع شود، بند شود، دیگر خون حیض نبیند و این چنین دیگر حامله دار هم شده نتواند. یعنی که این دو شرط وقتی که پورا می شود، این رو سن ایاس یا پیری یا مایوسی گفته می شود. وقتی که انسان دیگر امیدی حیض دیدن یا حامله شدن ندارد، برای همین این رو سن ایاس گفته می شود، یعنی مایوس شدن، یعنی ناامید شدن. این خیلی می توانید با یادی خود بگیرید. دیدید که چطور در یک جمله چندین تا شرط ها ذکر شده است. یعنی که خلاصه چی شد؟ حیض آن خونی را گفته می شود که از رحم که از بچه‌دان خارج می شود از دختری که حداقل 9 ساله قمری باشد به یگان سبب بیماری و نه در حالت حامله داری تا آن دمی که به سن ایاس یعنی 55 سالگی قمری نرسد. دیدید که چقدر من این ترجمه رو به یک تعریف آسانی تاجیکی گرداندم. و 55 سالگی قمری یا اسلامی که میگویم این مطابقت میکند به تقریبا 53 سال و 4 ماه شمسی. یعنی اگر کسی سن سال خود را، ما عموما سن سال خود را با سالهای قمری حساب میکنیم. با همین یعنی میگوید که من مثلا در 1995 تولد شدم، یا من در 1970 تولد شدم، یا من در 2000 تولد شدم. تمام این سالهای شمسی حساب میشوند. پس عموما ما باید در انتظار 53 سال و 4 ماه باشیم که این مطابقت میکند به تقریبا 55 سالگی قمری. فهمیدید؟ تمام احکام شرعی با جدول شرعی یعنی هجری حساب می شوند. و بعدا امام شرنبللی می گوید و اقل الحیض 3 ایام و اوسطه 5 و اکثره 10. می گوید که از همه مدت اقل حیض 3 روز هست. 3 روز یعنی که 3 روز و شب. 3 روز و شب که مطابقت می کند به 72 ساعت. این رو هم باید به نظر بگیرید. از همه مدت اقلش 72 ساعت هست، یعنی حدی اقل باید 72 ساعت باید حیض ببیند. و شرط نیست که مواصلانه باید خون جاری شود. میتواند که خون برای 1 ساعت، نیم ساعت یا چند ساعت در مابین وقفه کند، اما تا دمی که خون یعنی می آید، حتی با وقفه هم باشد، حدی اقل باید تا 72 ساعت بیاید تا اینکه گوییم که همون نصابی اقل یا حدی اقل حیض رو پورا کند و حیض حساب شود. و در اینجا میگوید که اوسطه حدی میانش یا روزهای میانش یا روزهایی که عموما چی می باشد، یعنی معمولی می باشد یا اکثر زنها این مدت رو می بینند 5 روز هست. گرچند که از نگاهی فقهی ما به این رقم نیاز نداریم. فرق نمی کند که عموما زنها چند روز میبینن، 5 روز میبینن، 6، 7 روز، 8 روز، 4 روز. اینش اونقدر مهم نیست. حدی اقل و اکثر مهم هست. برای همین میگوید و اکثره 10. حدی اکثری حیض 10 روز، یعنی 10 روز و شب هست که این مطابقت میکند به 240 ساعت. خب برای چی من ساعتهایش رو برای شما پیش میکنم؟ برای آن که اگر یگان مشکلات پیش آید، که خیلی در این مسائل مشکلات پیش می آید، ما یعنی اگر از ساعتهایش از حدی اکثر و اقل از جهت ساعتها اگر با خبر باشیم، می توانیم که حساب کتابی درست کنیم، به نتیجه درست رسیم. اما اگر تمام چیزها تخمینا باشند، ما خیلی به دشواری گرفتار میشیم. برای همین است که نمیدانستم این گپ رو در کجا بگویم، اما یعنی در همین جا انشالله میگویم که به حد مهم هست که زنها و دخترها باید روزهای حیض خود را و این چنین پاکی خود را نویسند.
مردم متاسفانه، یعنی من در این طرف هستم، در طرف، یعنی از این طرف کسی می باشم که باید این مسائل رو برای عامه حل کنم و برای ما مشکلات پیدا می شود. بعد زنها و عامه، یعنی مردم عامه سر ما غضب میکنن که تو برای چی جواب رو نمیدانی، وقتی که این مسئولیت بالای آنها هست. یعنی آنها با ما تاریخ‌های خود رو پیش کردن نمیتوانند، یعنی مسئله خود رو و سؤال خود رو درست پیش کردن نمیتوانند و تمام این بار رو و این مشکلات رو سر ما میگذارند. یعنی من از کجا بدانم که حیض تو کی آغاز کرد، ساعتی چند آغاز کرد، کی وقفه کرد، کدام رنگ بود؟ این چیزها رو تو باید با من پیش کنی تا اینکه من برای تو جوابی درست رو پیش کرده توانم. فهمیدین؟ برای همین انشاءالله این رو فراموش نکنید. این به حد گپی مهم هست که شما هم به دختران خود، به خواهران خود یعنی درس دهید، به جیانهای خود درس دهید که همین که 9 ساله شدند، البته ما در جستجوی همین هستیم، در انتظار همین هستیم که امکانی آمدن حیضشان هست و همین که از اولین حیضشان برای آنها درس دهید که یک دفتر بگیرن و تاریخی سرشوی حیض رو نویسن و این چنین ساعتی آغاز شوی. مثلا روند حاجتخانه و ببینند مثلا حاضر در اینجا ساعت 1:15 هست عبید وقتی ظهر، و روند و ببینند که در همون لباسشون یعنی خونی حیض آمده است. فوراً باید یا 5 دقیقه بعد یا 10 دقیقه بعد خارج شوند. فوراً بیاید در دفتر خود نویسند که مثلا 10 دقیقه پیش ساعت چند بود، تخمینا ساعت 1 بود یا ساعت 1:15 بود. نویسند مثلا تاریخ رو در 14 اپریل یعنی 2025 ساعتی 1:15 حیض آغاز کرد. همین خیل نویسند. اگر وقفه کرد تا 3 روز یا بیشتر، اگر وقفه کرد، همه این چیزها رو نویسند. اگر همین خیل مواصلانه وقفه کم کرد اما مواصلانه آمد به 8 روز، همون آخران روزش که آمد تقریبا ساعت رو تخمین کردن نویسند. یعنی به ساعت ها و دقیقه ها متوجه باشند. این خیلی مهم است که اگر یعنی مشکلات پیدا شود بتواند که تمام این معلومات رو به یعنی همان استاد یا استاذه پیش کند تا اینکه جوابی درست رو بگیرد. اکثری وقت به من وقتی که این گونه مسائل پیش می آید و من از همون نفر میپرسم که مثلا خب برای من بگو که آخران بار یا مثلا برای 3 ماه آخر همون تاریخ های حیض و طهرت را یعنی پاکیت را به من پیش کن. چند روز حیض دیدی و چند روز پاکی دیدی؟ پیش کردن نمیتوانند یا تخمین میکنن به من، میگوین که تقریبا مثلا 3 سال پیش از وقت نماز پیشین. من از کجا بدانم که وقتی نماز پیشین 3 سال پیش کی بود؟ یعنی ماهای زمستانی هست، تابستانی هست، ساعت 1 بود، ساعت 12:30 بود، ساعت 3 بود. یعنی اینها رو تمام این معلومات و فرقیت ها به نتیجه آخران مسئله دخل دارد و یعنی فرق میکند، تأثیر میکند. برای همین مهم هست نوشتن تمام این معلومات. بعدا میگوید و نفاس، میگوید که هو الدم الخارج عقب الولادتی. نفاس خون است، این از تعریف همین کلمه، خون است که خارج می شود عقب الولادتی بعد از تولد کردن. این از تعریف نفاس. خب و این دیگر تفصیلات دارد که چند قدر کودک باید بیرون شود تا اینکه خون نفاس حساب شود، اما عموما در حالتهای عمومی و عادی ما یعنی این گپ‌ها و این تفصیلات اونقدر مهم نیست، چون که انسان بعد از آن که تولد کرد پورا راحت که شد، بعد یعنی حساب کتاب رو چی میکند به نظر میگیرد. اما انشالله این تفصیلات رو شما میتوانید که در همون پلیلیست گوش کنید، چون که الکی 25 دقیقه درس شده است. من باید کوشش کنم که حداقل در 1 ساعت این باب رو به تکمیل رسانم. میگوید و اکثره 40 یوما ولا حد لاقله. اکثری نفاس 40 روز هست، مگر برای اقلش یعنی برای مینیمومش حد نیست. متاسفانه مخصوصا یعنی در وطن ما یک غلط فهمی است که زنها و حتی مردها هم شوهرها بعضی وقت گمان میکنن که وقتی که زن تولد کرد یعنی تا 40 روز باید نماز نخواند، روزه نگیرد، قرآن رو دست نزند و غیره، یعنی که در حالتی نفاس خود را باید قرار دهد.
اما این درست نیست. همه وقت و هر یک زن تا 40 روز نفاس نمیبیند، بلکه 40 روز این مدت اکثرش هست. یعنی امکانیت دارد که انسان میتواند، زن میتواند بعد از تولد کردن تا 40 روز خون ببیند. بله میتواند 20 روزی اولش خونی وزنین باشد، بعد 10 روزی بعدیش میانه باشد، متوسط باشد، بعد 10 روزی بعدیش یعنی 10 روزی آخرش از روز 31 تا 40 میتواند که همین خیل چکره باشد، یا همین خیل گویم که مایه زرد باشد، یا مایه مثلا چی باشد، همین خیل رنگین باشد، یعنی خونی سرخ نباشد. اما تمام این رو ما نفاس حساب میکنیم تا وقتی که ویدیلنی سفید نبیند، مایش یا همون گویم که تری یا نمی که میبیند از فرجش، تا آن وقتی که سفید و بیرنگ نشود پاکش حساب نمیکنیم. اما امکانیتش هست که بعضی زنها میتوانند که نفاسشون 30 روز دوام کند، 20 روز دوام کند، 1 هفته دوام کند، 10 روز دوام کند و بعد از اون تماما تازه شوند، یعنی و غسل کنند و به نماز و روزه و دیگری خود برگردند. برای همین در این غلط فهمی شما نافتید. مدت اکثر چی طوری که برای حیض در اینجا ذکر کرد مؤلف که مدتی اکثرش 10 روز هست. آیا تمامی زنها برای 10 روز حیض میبینند؟ نه. اما هست بعضی زنهایی که برای 10 روز حیض میبینند، اما اکثر زنها یا 5 روز یا 7 روز یا 8 روز میبینند. همین خیل هم مدت اکثر نفاس 40 روز هست، اما هر یک زن با خود یک عادتی نفاس می داشته باشد و می تواند یا 30 روز یا 35 روز یا 25 روز، یعنی از 1 دقیقه تا 40 روز امکانیت هست. هر یک زن می تواند که یک رقمی، یک مدتی مختلف ببیند و برای اقلش حد نیست. چی معنا دارد؟ یعنی حتی می تواند که 5 دقیقه هم باشد. 5 دقیقه بعد از تولد کردنش که خون جاری شود، پس از 5 دقیقه 10 دقیقه بند شود، خود را تازه کند و دیگر خون نبیند. اگر دیگر خون نبیند میتواند البته کمی انتظار شود، اما بعد از آن که وقتی 1 نماز گذشت میتواند که دوباره برگردد، غسل بگیرد، دوباره برگردد به عبادت های خود. و اگر خون بر نگردد یعنی که نفاسش تنها چی بود؟ 10 دقیقه بود، یعنی مدتی اقلش هیچ نیست. استحاضه چیست؟ دم نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 في الحيض وعلى 40 في النفاس. میگوید که استحاضه خون است که کم باشد. نقص این رو باید بگیرد، یعنی ناقص باشد، کمتر باشد از 3 روز، یعنی اگر یا اینکه زیادتر باشد از 10 روز در بابی حیض، در مسائل حیض، یا اینکه زیادتر باشد از 40 روز اگر یعنی در از جهتی نفاس، در باب نفاس. اگر از 3 روز کم باشد یا از 10 روز زیاد شود در مسائل حیض، یا از 40 روز زیاد شود، در تمام این حالت ها ما این رو خون استحاضه میگوییم. یعنی که گویا از جهت شرعی این از سببی یگان خیل یعنی این از سبب یا بیماری رخ داده است، یا از سببی یگان به ترتیبی که در جسم یعنی واقع شده است. در جسم شاید یگان بیماری یا خستگی یا سببی غیر معمولی پیش آمده است، از این سبب زن خون میبیند. اما این رو از جهت شرعی یعنی حیض و نفاس حساب کرده نمی شود. و دیگر حالت های هم هست که خون رو ما خون بیماری حساب میکنیم، یعنی از سبب بیرونی یا از سبب به ترتیبی و بیماری رخ داده است، نه از سبب مثلا درست، نه از سبب حیض یا اینکه نفاس بودنش. دیگر مسائل هم هست که انشاءالله شاید پیش بیایند. میگوید که و اقل الطهر، پس از آن که این 3 کلمه رو تعریف کرد، طهر رو تعریف میکند. و اکثر مردم از طهر یا از مدت پاکی آنقدر واقف نیستن، یعنی به نظر نمیگیرن که ما مدت پاکی رو هم باید حساب کنیم و به نظر بگیریم. هر زن چطوری که مدت حیض دارد و باید نویسد که این مثلا این ماه 7 روز دیدم، 8 روز دیدم، همین خیل هر یک ماه باید مدتی پاکی هم داشته باشد. عموما از جهت شرعی هر یک ماه 29 یا اینکه 30 روز می باشد. ما 30 روز رو می گیریم برای مسائل حیض. پس هر یک زن اگر 5 روز مدتی حیض داشته باشد در یک ماه، 25 روز مدتی طهرش حساب می شود.
سیکل ماهانه. میگوید و اقل الطهر الفاصل بین الحیضتین 15 یوما. اصلا مدت اقل طهر یعنی پاکی که بین فاصل بین الحیضتین چی معنی دارد؟ که فاصله میکند جدا میکند بین دو حیض، این 15 روز هست. یعنی که هیچ وقت امکانیتش نیست و هیچ وقت ممکن نیست که ما دو حیض رو دو خون رو یا دو مدت خون رو پای هم حیض حساب کنیم. 7 روز حیض شد و بعد 2 روز پاک بود و دوباره 7 روز حیض شد. این گونه ما پای در پای یا با یک فاصله کوتاه در مابین دو خون رو پای در پای حیض حساب نمی کنیم، یا دو مدت خون رو پای در پای نفاس و بعدن حیض یا حیض بعدن حیض بعدن نفاس حساب نمی کنیم. درست نیست. باید بین آنها، بین دو حیض یا اینکه دو نفاس یا اینکه یک حیض و یک نفاس باید همه وقت یک مدتی طهر باشد. برای همین در اینجا مؤلف میگوید که بین هر دو حیض حدی اقل مینیمم باید 15 روز باشد. البته از این زیاد بودنش امکانیت دارد. میگوید که ولا حد لاکثره الا لمن بلغت مستحاضة. و حد نیست برای اکثرش و برای مکسیمومش، برای حد اکثرش حد نیست. در اینجا یک استثناء میکند، یک مسئله را استثناء میکند، جدا میکند. میگوید مگر برای زنی که با استحاضه بالغه شود. اما این مسئله شاید کم درک برای شما نو باشد، مشکل باشد. برای همین من این را میفهمانم، اما اگر این را نفهمیدید تا همینجا بفهمید که مدتی طهر اقلش 15 روز هست و اکثرش حد ندارد. این است مسئله آسان. از اینجا که میگوید الا لمن بلغت، این یک مسئله یگانه جدا هست که کمتر مشکل تر هست و پیچیده هست. من میفهمونم، اما اگر نفهمیدید یعنی مسئله اساسی نیست، باکی ندارد. زنی که با استحاضه بالغه شود چی معنا؟ بعضی وقت میتواند این گونه حالت پیش آید که یک دختری که میدانید از یا 9 ساله باشد یا از 9 ساله کلانتر باشد، 11-12 ساله باشد، از همین یکم باری که خون میبیند مواصلانه خون میبیند، دم متوالی میبیند. این رو به عربی میگویند دم متوالی، یعنی که خونی که مواصلانه بیاید و هیچ بند نشود مگر به یک مدتی کوتاه. اگر این گونه پیش آید که یک دختری یعنی خردسال، البته از 9 سال کلانتر باشد، اگر خونی رو ببیند که مواصلانه پای در پای همه وقت بیاید و هیچ وقفه نکند، از 10 روزی حیضی هم زیاد شود، در این حالت چی معنا دارد؟ این معنای آن را دارد که این دختر با حیض بالغه نشد، در حالت استحاضه بالغه شد. چون که در این حالت همه وقت خون میبیند و ما چگونه میتوانیم که بین خونی حیضش، بین مدت طهرش و بین خونی بیماری یا استحاضهش فرق کنیم، جدا کنیم. در این حالت از نگاه شریعت و از نگاه قاعده و پرینسیپ های فقهی ما برای این گونه دختر 10 روز را همچون حیض میدهیم و 20 روز را همچون مدتی طهر. 10 روز حیض، 20 روز طهر مقرر میکنیم. برای چی؟ برای که 10 جمع 20 30 روز می شود و این یک سیکل هست، یک ماه هست، یک ماه قمری هم حساب می شود. فهمیدین؟ چون که خونش مواصلانه هست، روانه هست، هیچ بسشوی ندارد. همه وقت یک چکره یا رنگین، یک مایه رنگین رو می بیند. این می تواند کم و بیش شود. بعضی دخترها، بعضی زنها در این حالت گرفتار می شوند. اما دخترکی که تا حال حیض درست ندیدگی هست، همین که خون می بیند، همین که خون رویش سر می شود، هیچ بسشوی ندارد. بسشوی ندارد و شاید 1 یا 2 سال رو در بر گیرد، پیش دکتر رود، آنالیز ببرد و غیر معاینه کند تا اینکه بفهمند که این از چی سبب هست. یعنی مهم نیست که این باید جاری باشد، خونی غوث باشد و روانه باشد، میتواند که کم کم هم باشد، اما گپی اساسی همین است که بسشوی ندارد.
خونی مواصلانه هست، روانه هست. در این حالت برای آن که ما بین حیض، طهر و بین استحاضه و غیره ما فرق کنیم، ما 10 روز رو برایش همچون حیض مقرر میکنیم که 10 روز از نماز، عبادت ها و غیره عذر دارد، اما 20 روز بعدی باید تمام عبادت های خود رو پوره کند. همین خیلی باز 10-20 روز 10-20 روز تا اینکه یک سیکلی 30 روز پوره شود. امام شورنبوللی در مراقی 10 روز و 15 روز رو میگوید، یعنی 10 روز رو برای حیض میدهد، حدی اکثری حیض رو میگیرد و حدی اقلی طهر رو میگیرد. میگوید 10-15 میدهیم. اما بر این قول امام شورنبوللی فتوا نیست، بلکه فتوا بر دیگر قول هست که من برای شما پیش کردم 10-20 روز. بر همین قول فتوا هست، چون که بعد اگر ما 10 روز و 15 روز رو بگیریم 5 روزش نامعین می شود با یگان چیز. برای همین است که 10 روز و 20 روز رو باید مقرر کرده شود. این است این قسمتش. بعدا میگوید و یحرم بالحیض و النفاس 8 اشیاء. 8 چیز است که هنگامی حیض و نفاس حرام هست، ممنوع هست. یکمش میگوید الصلات، نماز گذراندن، و الصوم، روزه گرفتن. البته برای تمام این مسائل، تمام این چیزها احادیث هست، آیت ها هست در هر یک شرح نور الایضاح و این چنین در شرح مراقی موجود هست، اما متاسفانه ما با تمام این تفاصیلات و تفصیلات داخل شدن نمیتوانیم. به هر حال میگوید و قرائت آیت من القرآن، خواندن حتی یک آیت از قرآن ممنوع هست در حالت حیض و نفاس. یعنی اگر از یک آیت کم باشد طبق یک قول جایز هست، اما طبق یک قول دیگر حتی از یک آیت هم کم باشد اما از یک کلمه زیاد باشد باید پرهیز کند. یعنی 2 قول هست در این مسئله، یک قولش سخت‌تر هست و یک قولش کمتر سبکتر هست. یعنی یک قولش همین است که تا دمی که یک آیت پوره نشود انسان میتواند قرائت کند. اما شما خودتون میدانید که بعضی وقت یعنی بعضی آیات ها خیلی دراز میباشند، پس انسان میتواند که قریب یک خط یا 2 خط بعضی وقت بخواند پیش از آن که یک آیت پوره شود. برای همین این فتوا رو گرفتن یعنی کاری نااحتیاطی هست. برای همین بهتر است که فتوای رو ما بر این فتوا عمل کنیم که حتی اگر از یک آیت هم کم باشد از یک کلمه زیادتر خواندن ممنوع هست، باید پرهیز کنیم تا اینکه احتیاط شود. البته اگر یک کلمه یا 2 کلمه رو چسبانیم، مخصوصا هنگامی تعلیم دادن، مثلا تجوید باشد یا هنگامی مثلا یک دلیل شرعی رو پیش کردن در وقتی درس های فقهی یا حدیث یا تفسیر و غیره، این خیلی به آیت ها اشاره کردن، برای این اجازت هست. اما پورا قرآن رو تلاوت کردن و پورا آیت ها رو تلاوت کردن این جایز نیست، مگر آن آیت هایی که معنای دعاها رو دارند. مثلا میدانید دعاهای ربنا اگر باشد، این چونین معوذتین باشد، یعنی که سوره الفلق، سوره الناس برای تعوذ، برای یعنی حفاظت خوانده می شود. با این سوره ها سوره اخلاص هم بعضی وقت ذکر شدگی هست در احادیث. اگر سوره اخلاص، سوره الفلق و سوره الناس رو اگر برای محافظت و همچون دعا قرائت کرده شود این جایز هست. این چنین آیات هایی که معنای تسبیح یا تهلیل یا تکبیر رو دارن اینها رو گفتن جایز هست. و عموما شما چطور میتوانید فرق کنید یا بفهمید یا بشناسید؟ عموما بعضی وقت بعضی کتابک‌های یا دفترک‌های مای دهک می باشد که در آنها دعاها ذکر می باشند، دعاهایی که از مثلا از آیات‌های قرآنی گرفته شده‌اند. برای همین اکثر وقت در این گونه کتابک‌های مای دهک اگر کتابی دعا باشد عموما آیات‌هایی که ذکر می شود یعنی چی می باشد؟ آیات‌هایی می باشد که معنای دعا دارند. برای همین آنها رو قرائت کردن با نیت دعا نه اینکه با نیت تلاوت جایز می گردد. مثلا در کانال ما دعاهای پیامبران رو روان کرده بودیم. دعای مثلا خودی پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، دعای موسی، دعای ابراهیم، دعای شعیب علیهم السلام، تمام این دعاها رو پیش کرده بودیم. اگر این دعاها با نیت دعا
خوانده شود جایز هست. و این چنین میگوید که و مسها الا بغلاف، و این چنین چی کدام عمل منع هست؟ رسیدن به قرآن مگر با غلاف، یعنی که اگر انسان یک چیز جدا رو استفاده کند، یک لطه جدا رو، یک سطر جدا رو، یک کاغذ جدا رو اگر استفاده کند برای رسیدن یا برای برداشتن قرآن یا برای حرکت دادن، شور دادن قرآن، در این حالت جایز هست. یعنی با یک چیزی، با یک متای جدا باید دست زده شود. اگر متای جدا استفاده نشود و همان لطه یا تیکه یا متریال هر چیزی که باشد، همون پلاستیک، اگر به قرآن دوخته شده باشد یا هر دو طرفی قرآن اگر یا کتاب اگر در درون همون چیز پیچاندگی شدگی باشد، در این حالت باید غلاف قرآن رو هم دست زده نشود. فهمیدید؟ یعنی که بعضی وقت شاید شما اهمیت داده باشید که بعضی مصحف ها بالایشان یک تیکه می داشته باشند یا پلاستیک می داشته باشند، یک متا، یک متریال بالایشان می باشد. اگر همون چیز به قرآن پیوست باشد، اگر با شریش باشد، با طرز دوختن باشد، یگان مثلا چی باشد با یگان اسباب اگر پیوست شدگی باشد به غلافش، در آن حالت غلاف از جنس مصحف حساب می شود، باید به غلاف هم دست زده نشود. اما اگر غلافش جدا باشد، یعنی که همون تیکه، همون متریال، همون پلاستیک، همون کاغذی دبلی که جدا باشد از خودی نقاب قرآن، نقابی همون مصحف، اگر این چیزها جدا باشند یا ما یک حجاب رو بگیریم، یک سطر رو بگیریم و با یک چیز دیگر قرآن رو برداریم، در این حالت جایز هست، چون که ما به خود مصحف دست نمیزنیم. پنجم هست و دخول مسجدین، و این چنین داخل شدن به مسجد، داخل شدن به مسجد در حالتی حیض و نفاس. و طواف کردن، چون که طواف وقتی که ما میکنیم این علاقه داخل مسجد هست، گویا که این یک فرعی این هست، اینش هست، پنجمش هست. وقتی که ما طواف کردن میخواهیم دور کعبه، خودی طواف کردن در مسجد هست، در مسجد الحرام، در این حالت ما هم به مسجد داخل میشویم، برای همین جایز نیست. و این چنین برای آن که طواف یک نوعی نماز هست، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگوید که طواف به مانند نماز هست، مگر که شما میتوانید هنگام طواف گپ زنید، سخن گویید. برای همین از این دو سبب هنگام طواف کردن هم باید انسان از حیض و نفاس پاک باشد. و الجماع، و این چنین جماع، علاقه جنسی هم جایز نیست در حالت حیض. هشتم والاستمتاع بما تحت الصورة الى تحت ركبتي، و این چنین یک فرعی دیگری هفتمش چیست؟ فایده گرفتن. استمتاع یعنی که فایده گرفتن، یعنی که لذت گرفتن از زیر ناف تا زیر زانو، یعنی که مرد نمیتواند از زنش، یعنی با زنش یکون فایده بگیرد، لذت بگیرد از همون قسمتش که از زیر ناف آغاز میکند، سر میشود تا زیر زانو، همین قسمت باید پوشیده شود. خب در این یک قول دیگر هم هست که تنها همون شرمگاه باید پوشیده مانده شود، اما این هم یک قول دیگر هست که امام شورنبولری در اینجا پیش کرده هست و عموما بر همین قول فتوا هست، مخصوصا برای جوانان. اگر همین قسمت پوشیده شود با یک ایزار، با یک لطه، اگر پوشیده مانده شود، البته زن و شوهر میتوانند با هم دیگر عملها رو انجام دهند تا آن دمی که همین قسمت به یگان خیل متا، به یگان خیل لطه یا پوشاک یعنی رسیده نشود. این قسمتی زن باید گشوده نشود. به هر حال میگذاریم به قسمتی بعدی. خب اکنون در اینجا چی مسئله هست؟ و اذا انقطع الدم، این درباره این است که حیض و نفاس کی به انتها می رسد و جماع کی حلال می شود. خب تمام این بخش یک چندین مسائل دارد، فروعی مسائل دارد، خوب متوجه شوید. میگوید که و اذا انقطع الدم لاکثر الحیض والنفاس حل الوطء بلا غسل. این مسئله یکم هست، هر یک مسئله رو جدا جدا بفهمید.
وقتی که من بعد از شما پرسیدم که تکرار کنید، بعد یک مسئله رو با دیگر مسئله الدرش نکنید. وقتی که میگوید که خون یعنی خونی حیض یا اینکه نفاس پس از مدتی اکثرش، یعنی پس از مدتی اکثری حیض یا اینکه نفاس، یعنی که 10 روز برای حیض 40 روز برای نفاس، اگر انقطاع شود یعنی که قطع شود، بس شود، پس در این حالت وطء یعنی وطی یعنی علاقه جنسی جایز هست، حل یعنی حلال هست، حتی به غسل. یعنی چی؟ یعنی که عموما حکم چیست؟ عموما فتوا چیست که انسان باید غسل کند پیش از آن که حلال شود برای شوهرش. اما این مسئله جدا هست. در این مسئله انسان وقتی که به مدت اکثری حیض می رسد، یعنی که 240 ساعت حیض می بیند و پس از این دیگر خونش بس می شود، در این حالت هر خونی که اگر خونم ببیند، خون نمی بیند، اما اگر خون هم بیند خونش حیض حساب نمی شود، استحاضه حساب می شود بعد از 240 ساعت. و پس از 240 ساعت یعنی 10 روز مدت اکثر، مدت مکسیموم، دیگر این زن در حالت حیض حساب هم نمی شود از جهت شرعی، چون که حدی اکثر در رسیدگی هست. پس از 240 ساعت کسی در حالت حیض یا در حالت حیض و حائض حساب نمی شود. همین خیلی هم در نفاس کسی که به حدی اکثر رسد، به 40 روز رسد، هیچ وقت این شخص رو ما دیگر نفسا حساب نمی کنیم. پس از همین مدت اکثر حالتش حالت پاکی حساب می شود. تنها یک مانع دارد برای عبادت ها. برای همین است که برایش وطی کردن علاقه جنسی جایز هست. البته پیش از آن که عبادت های خود را پورا کند باید غسل بگیرد، اما برای وطی حلال می شود چون که به مدت اکثر رسیده است و اکنون حالتش حالت پاکی هست. اما میگوید ولا يحل ان انقطع لدونه لتمام عادتها الا ان تغتسل او تتيمم وتصلي او تصير الصلاة دينا في ذمتها. این مسئله دویم هست. خب این مسئله دویم هست و این قسمت آخرانش هم به همین دویم تعلق دارد، یعنی که در اینجا چی شد؟ یا در اینجا دو مسئله جدا شد و این دویم مسئله کمی تفصیلات دارد، واضح هست اما تفصیلات دارد، برای همین خوب متوجه شوید. میگوید که اگر خون بعد از تمامی عادت حیضش اما پیش از تمام شدن اکثر مدت حیض قطع شود، در اینجا میگوید و حلال نیست اگر، خب یعنی که این مسئله مقابل مسئله یکم هست. اگر خونش انقطع، یعنی که انقطع دمو، اگر خون بس شود کمتر از مدت مکسیموم، کمتر از 10 روز، اما عادتش تمام شود، عادت پیشینه صحیحش به انتها رسد، در این حالت حلال نیست برایش جماع یا وطی الا مگر که غسل گیرد. چی مثال؟ مثلا زن عادت صحیحش 7 روز باشد، البته مدت اکثر 10 روز هست، همین که 7 روز حیضش پوره شد و البته خون بس کرد، در این حالت می تواند که غسل کند و البته باید غسل کند و به عبادت های خود برگردد. اما اگر غسل نکند برایش جماع کردن جایز نمی گردد، چون که احتمال هست، امکانیتی برگشت خون هست. تا حال 3 روزی دیگر هست، روزی 8م، 9م و البته کمی روزی 10م هست که می تواند در این 3 روزی دیگر یا در باقی مانده همان 7م روز هم می تواند که خون برگردد و عادتش تبدیل شود. برای همین است که اگر غسل نگیرد برایش جماع کردن جایز نیست. اما اگر عادتش پوره شده باشد، 7 روز پوره شده باشد و غسل بگیرد، در این حالت می تواند که به جماع یعنی برگردد، به عبادتهایش برگردد. یعنی که در این دویم حالت تنها با غسل کردن، با غسل شرعی حلال می شود. اگر غسل نکند، یعنی 2 حالت دیگر هست یا 2 طریقه دیگر هست برای حلال شدن یا برای خود را پاک کردن. در اینجا 3 حالت ها رو ذکر می کند. یعنی که کسی که مدتی، یک بار دیگر تکرار می کنم، مدتی عادی و صحیح حیضش به انتها رسیده است اما مدت اکثری حیض به پایان نرسیده است، در این حالت برایش جماع حلال
نیست مگر اگر سه حالت پیش آید. یکمش مگر اگر غسل کند. فهمیدید که این به طور عمومی هست. دویم چی هست؟ اگر آب نداشته باشد یا اینکه تیمم کند و نماز خواند. یعنی در حالتی که آب نباشد، یا میدانید یا آب نباشد حکما یا حقیقتا، ما در تیمم این رو گذاشتیم. اگر آب نباشد پس وقتی که تیمم میکند و یک نماز را میگذراند، چه نماز فرضی یا نفلی باشد، در این حالت پاک میشود برای علاقه جنسی. یا اینکه سوم حالت این است او تصیر الصلاة دینا فی ذمتها. یا سوم حالت این است که وقتی که یک نماز در ذمه او، یعنی در شانه او قضا می شود، یعنی که وقت داشت که غسل کند یا تیمم کند و نماز خود را بخواند، یعنی تکبیر تحریمه را حداقل بگوید، اما در این مدتی که داشت، یعنی نماز خود را نخواند یا فراموش کرد یا هر چیز که شد، نماز خود را نخواند، چی شد؟ نماز بر سرش قضا شد. در این حالت هم گرچند که کاری بد شد و البته کاری نادرست شد که نمازش قضا شد، اما حالتش اکنون به حالتی پاکی میگذرد، چون که یک نماز در سرش قضا شد و نماز تنها برای کسانی که پاک هستند، در حالتی پاکی هستند، فرض میگردد. و میگوید و ذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت. و این را میفهماند، این آخران حالتی که من به شما پیش کردم، این را با تفصیل خودش میفهماند که من الکی به شما گفتم. چی میگوید؟ میگوید که و این معنای این گپم میگوید، یا این حالت سوم این است که آب بیان تجیده پیدا کند بعد از بس شوی خونی حیزش، بعد از وقتی که خونش بس شود، چی کند؟ پیدا کند بعد از بس شوی خون یک زمانه‌ای که، یعنی یک مدتی که بتواند در آن مدت غسل و تحریمه رو بگوید، یا اینکه بیشتر از این دو کار. یعنی که حیزش بس شد و اکنون وقت دارد که خود را بشوید، یعنی غسل بگیرد و حداقل الله اکبر تکبیر تحریمه بگوید، یا اینکه بیشتر کند. که این عموما چند قدر وقت می باشد؟ یعنی برای غسل کردن چند قدر وقت نیاز داریم؟ 10 دقیقه هم کفایه می کند. حتی برای شما گفتم میتوانم که 5 دقیقه هم کفایه می کند. یعنی که ما شامپون و کاندیشنر کردن را در نظر نداریم. همین که انسان از طور سرش تا تگی پایش تر کند، دهان و بینیش را تر کند، همین را در نظر داریم. کسانی که دوش دارند میتوانند که همین زود در دوش داخل شوند، آب را کشایند، 2 دقیقه خود را تر کنند، موی خود را بمالند و زود بیرون شوند، خود را خشک کنند، یک عبایا را تیز بپوشند، حجاب را بپوشند و نماز خوانند. همین کار را انجام دادن تقریبا 5 دقیقه تا 7 دقیقه را در بر میگیرد. بله، کسانی که در مثلا در چی باشند، در دهه باشند، در قشلاق ها باشند، آنها شاید نیاز دارند که روان آب کشند یا از نهر آب گیرند، آب را گرم کنند، اول یعنی سر کنند، آتش سر کنند، بعد آب را گرم کنند و بعدا روان حمام را گرم کنند. برای آنها بعد شاید نیم ساعت حتی 40 دقیقه نیاز باشد. اگر یکی از این زنها وابسته به حالتهایشان همین وقت را داشته باشد و باز هم در این وقت نماز خود را ادا نکند، برایش چی می شود؟ در این حالت البته از حالت ناپاکی به حالت پاکی می گذرد و برایش واطی کردن حلال می گردد. فهمیدید؟ پس خلاصه این مسئله رو خوب درک کنید که این مسئله به 2 بخش تقسیم شده است. یکم بخشش که در این جمله اول درباره آن زنی بود که حیزش در مکسیموم به انتها میرسد، یعنی که در 240 ساعت به انتها میرسد. در این حالت به غسل هم برایش وطی حلال میگردد. و در دویم مسئله زنی هست که عادتی حیزش، عادتی قبلی صحیحش، یعنی آخران عادتی صحیحش به انتها میرسد. مثلا ماهی قبلی اگر 7 روز حیز دیده باشد، همون 7 روز به انتها میرسد
اما باز هم حدی مکسیموم به انتها نمیرسد که 10 روز می باشد. در این حالت برایش وطی کردن جایز نیست تا اینکه 3 حالت پیش نآید: یا غسل کند به حالتی به طور عمومی، یا تیمم کرده نماز خواند، یا اینکه نماز در ذمه‌اش چی شود؟ قضا شود. وقت داشت اما نمازش را یا قصدن قضا کرد یا نخست قضا کرد. خب در این 3 حالت اگر این 3 حالت پیش آید برایش وطی کردن جایز می گردد، یعنی حلال می شود. و یک نکته دیگری که من در اینجا اضافه می کنم این است، یعنی که این چی دارد؟ رابطه دارد به مدت خون. حالت سوم، این مسئله یکم بود، این مسئله دوم بود. مسئله سومی که تعلق دارد به همین بخش این است وقتی که خون حیض پیش از عادتی صحیح آخرانش بس شود. یعنی که عادتش عموما 7 روز هست، اما یعنی ماهی این خیلی تصور کنید ماهی ینور، فوریه، مارت یعنی چی بود؟ 7 روز، 8 روز، 7 روز. اگر ماهی مارت 7 روز دید یعنی که برای ماهی اپریل باید 7 روز رو انتظار شود. در این حالت اگر در ماه اپریل 4 روز حیض بیند، این رو گفته می شود حالت سومی که خون حیضش پیش از عادت آخرانش بس شد. فهمیدید؟ چون که عادت آخرانش 7 روز بود. چون که عادت آخرانش 7 روز بود، در ماه اپریل که 4 روز ببیند با اجازت ندارد علاقه جنسی گرچه که خونش بس شود. فهمیده؟ چون که احتمال برگشت خون است. پس گرچندی که باید غسل کند و به نماز و روزه خود برگردد، اما برای تمام شوی روزی 4م، 5م و 6م باید انتظار شود و بعدا روزی 7م تا مدتی آخرانی حیضش وقتی که به انتها نرسد علاقه جنسی برایش جایز نیست. وقتی که عادت آخرانی حیضش به انتها رسید، گرچه که نماز و روزه هم میگیرد، یعنی به عبادت های خود برگشته است، اما وقتی که 7 روزش یعنی عادتی آخرانی صحیحش وقتی که به انتها رسد، بعد میتواند که به علاقه جنسی یعنی میتواند علاقه جنسی داشته باشد. فهمیده؟ پس در این بخش من برای شما 3 حالتی خون رو گفتم. یکمش وقتی که خون در مکسیموم به انتها رسد، وقتی که خون پس از تمام شوی عادت آخرانی زن اما پیش از مکسیموم به انتها رسد، و حالت سوم وقتی که خون زن پیش از عادت آخرانی حیضش بس شود. این 3 حالت رو خوب قید کنید. خب و کم مانده است انشاءالله یک صحیفه دیگر میگوید و تقضی الحائض و النفساء الصوم دون الصلاة. مسئله آسان میگوید که زن حائض و نفسا هر دو اینها کلمه های واحد هست، یعنی به زنی گفته می شود که دارای حیض هست یا نفاس. زنی که حیض داشته باشد حائض گفته می شود، زنی که نفاس داشته باشد نفسا گفته می شود. هر دوی آنها تنها صوم را قضا می کنند، یعنی که روزه خود را قضا می کنند، نه نماز خود را. خب و برای این هم روایت هست. به هر حال و بعدا میگوید این قسمتش آسان هست. میگوید که و یحرم بالجنابه 5 اشیاء، 5 چیز در حالت جنابت حرام هست که البته از اینها شما واقف هستید، آسان هست. البته نماز خواندن، حالت جنابت شما باید بدانید بعد از علاقه جنسی بین زن و شوهر، یعنی که این هم به مردها و هم به زنها، هم به مرد و زنهایی که در حالت جنابت باشن حرام هست. قرائتی حتی یک آیت قرآن، قرائت قرآن هم در حالت جنابت جایز نیست. رسیدن قرآن، مسوح رسیدن قرآن به یگان متای جدا، به یگان غلاف جدا جایز نیست. و دخول مسجد، داخل شدن به مسجد هم جایز نیست، و طواف کردن. این است حالت حدثی اکبر. این رو شما باید بدانید. حالت حدثی اکبر حالتی حدثی یا ناپاکی بزرگ، حالتی حیض، نفاس و جنابت رو گفته می شود. اما در اینجا می گوید و یحرم علی المحدث 3 اشیاء، 3 چیز برای کسی که در حالتی حدثی اصغر باشد، یعنی حالتی ناپاکی خرد باشد، 3 چیز برایش جایز نیست. یعنی که کسی که تنها طهارت نداشته باشد
برایش سه چیز جایز نیست: نماز خواندن، طواف کردن و قرآن رو به یگان متای جدا یا به یگان غلاف جدا دست زدن. فهمیدید؟ یعنی که این روی خط رو نظر کنید و این روی خط رو ببینید چی چیزها، دو چیز از اینجا کم شد. یعنی که کسی که تنها طهارت نداشته باشد اما در حالت حیض، نفاس و جنابت نباشد، میتواند قرآن را از ذهنش، از حفظش قرائت کند به طهارت. میتواند که به مسجد داخل شود چون که تنها طهارت ندارد. فهمیدید؟ این خیلی فرقیت ها رو اهمیت دهید. و بعدا میگوید و دم استحاضة، اکنون میگذرد به بخشی عذر. ببینید دو پاراگراف مونده است، دو بخش مونده است. به حد بخش مهم هست چون که اکنون این میگذرد به مسئله معذور. 10 دقیقه دیگر هم انشاءالله درس میدیم. تمام این بخش به انتها میرسد انشاءالله. در اینجا استحاضه رو میفهماند چون که استحاضه یک نوعی عذر هست. فهمیدید؟ و بعدا از استحاضه میگذرد به دیگر عذرها و میفهماند که انسان بعد از پورا کردن کدام شرط ها معذور حساب می شود. و دم استحاضة میگوید که رعاف دائم. خون استحاضه یعنی خون بیماری میتوانید بگویید. خب خون بیماری، خون غیر عادی به مانندی خون بینی دائمی هست یا خون دائمی بینی هست. خب رعاف این خون بینی رو گفته می شود دائم، خیلی دائم. یعنی که خون استحاضه از زن به مانند خون بینی هست. لا یمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا، منع نمی کند نماز را و روزه را و وطی را. تمامی چیز جایز هست اگر زن در حالت استحاضه باشد، چون که استحاضه خون حیض و نفاس حساب نمی شود و زن را در حالت حدث اکبر نمی گذارد، بلکه این یک خون بیماری هست. چی طوری که اگر عضوش مثلا زخمی شود یا از بینیش خون رود یا از دندانش خون رود، این چیزها او را در حالت حدث اکبر نمی گذارد و برایش نماز و روزه خواندن و نماز خواندن و روزه گرفتن و جماع کردن جایز هست. در این حالت هم برایش جایز هست میگوید. اما چی باید کرد؟ کاملا 100% به مانند شخص عادی نیست. بعضی احکام رو دارد، اما استحاضه و مردمی معذور و مردمی عذردار. میگوید و تتوضأ المستحاضة و من به عذر كسلس بول و استطلاق بطن لوقت كل فرض. میگوید که مستحاضه یعنی زنی که استحاضه داشته باشد، خونی بیماری، خونی غیر معمولی داشته باشد، این گونه زن برای هر یک نماز، برای وقتی هر نمازی فرضی تتوضا وضو میکند، یعنی وضوی نو میکند. و نه فقط مستحاضه بلکه هر کسی که عذر داشته باشد. و از جمع عذرها کدام چیزها حساب می شود؟ در اینجا دو مثال می دهد. میگوید به مانند شخصی که سلسل بول داشته باشد، یعنی پیشابی پیوسته داشته باشد، چکره پیشاب داشته باشد. شما شاید آگاه باشید که بعضی ها همین گونه بیماری دارند، یعنی گرچندی که پیشابی زیاد روانه نمی شود اما از آنها هر یک چند دقیقه یا یعنی خیلی با وقفه کوتاه از آنها چکره پیشاب خارج می شود. در این حالت این رو گفته می شود سلسله البول یا سلسل بول، یعنی که پیوسته یا پای در پای برآمدنی پیشاب، یا استطلاق بطن یا اینکه ایصال اگر شده باشند، یا حتی می توانیم یک مثال دیگر رو در اینجا پیش کنیم. اگر از شکمشون، از بطنشون باد خارج شود و همین گونه، یعنی به مانند معمولی نه که هر یک انسان بعضی وقت تجربه میکند، اما به مانند یعنی بیماری باشد، یعنی غیر معمولی باشد، هر یک چند دقیقه باز باشد، یعنی با وقفه کوتاه از همون بطنش باد خارج شود، یا ایصالی سخت شده باشد. ایصال اینه که بعضی وقت بعضی مردم یعنی تجربه میکنند میشود هر یک چند ماه باز،
یا در سال یک چند بار می شود به هر یک انسان. این سالی که به حد بد باشد، به حد سخت باشد و یعنی کم کم خارج شود. در اینها مثال های عذرها حساب می شوند. تمام این نفرها با مستحاضه اینها باید برای وقتی هر نماز فرضی طهارتی نو کنند، وضوء نو کنند. و وقتی که وضوء نو میکنند یصلون به ما شاء من الفرائض و النوافل، می توانند که چند قدری که خواهند از فرائض و نوافل نماز خوانند. اما همین که وقتی نماز گذرد یا به انتها رسد، همان گویم که طهارت آنها هم وقتش به انتها می رسد. برای همین میگوید و یبطل وضوء المعذور بخروج الوقت فقط، باطل میگردد وضوء معذور، شخص معذور، با خارج شدن وقت. فهمیدید؟ یعنی که وقتی ظهر، وقتی که یعنی وقتی نماز پیشین که داخل شد، بعد مستحاضه یا اینکه کسی که سلسل البول داشته باشد، این نفرها باید طهارت کنند، نمازی فرضی خود را ادا کنند. اگر خواهند دیگر نمازهای نفلی و قضایی اگر داشته باشند می توانند بخوانند. اما همین که وقتی نماز عصر درآید چی می شود؟ طهارتشون میشکند. یعنی که باید طهارتی نو کنند. سبحان الله، وقتی من هم کم هست، نه اهمیت دادم، من باید روم. و میگوید که ولا یصیر معذورا. خب اکنون این قسمت آخرانش به حد مهم هست، متوجه شوید یک لحظه. میگوید که ولا یصیر معذورا حتی یستوعبه العذر. در اینجا درباره سه چیز میگوید. خب درباره آغاز شوی عذر، که عذر کی آغاز می شود، کی ثابت میکنیم عذر را، درباره ادامه کردن عذر و درباره به انتها رسیدن عذر، که شخص کی معذور حساب می شود، تا کی معذورش حساب میکنیم و کی معذور بودنش به انتها می رسد. خب میگوید که انسان معذور حساب نمی شود حتی یستوعبه العذر وقتا کاملا لیس فیه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة. این درباره ثابت کردن یا آغاز شدن عذر هست که شخص معذور حساب نمی شود تا آن دمی که، حتی تا آن دمی که عذرش چی خون باشد، چی پیشاب باشد، چی باد باشد، چی اسهال باشد، تا آن دمی که همین عذرش تماما یک وقت کامل را یستوعب فرا گیرد. یعنی پورا یک وقتی کامل نماز را فرا گیرد. یعنی که این عذر پیش آید، همین قدر زیاد پیش می آید که تمامی وقتی پورا یک نماز را فرا می گیرد و لیس فیه انقطاع، و هیچ فاصله نیست، هیچ بس شوی ندارد این عذر، با قدری که همین شخص بتواند فوراً وضو کند و نماز خواند. یعنی حتی 5 دقیقه هم نیست که انسان تواند که رود 4 اندام کند، یعنی 4 فرائض وضوی خود را زود انجام دهد و زود فرض نماز خود را ادا کند. برای این عموما چقدر وقت نیاز داریم؟ شاید بگوییم که 7 تا 10 دقیقه، 5 تا 10 دقیقه، وابسته به حالتهای مختلفی ما. بعضی مردم آب را باید از یک مکانی دور بگیرند و یعنی با اون طهارت کنند، بعضی مردم آب را تیار دارند. پس برای همین من میگم با اختلافی حالتهایمون، اما همان قدر وقتی که ما نیاز داریم برای 4 عضو خود را برای طهارت شستن و تنها نماز فرضی را ادا کردن با سوره های کوتاه، همین قدر وقت هم این انسان نداشته باشد، یعنی عذرش حتی برای همین 5-10 دقیقه هم بس نشود، در این حالت این شخص را ما معذور میگوییم. و میگوید و هذا شرط ثبوته، این است شرطی ثابت کردن همین عذر. یعنی که همین شرط وقتی که پوره شود عذر آغاز می‌یابد و انسان معذور حساب می شود. و برای دوام دادن حالت معذور چی شرط است؟ میگوید و شرط دوامه وجوده فی کل وقت بعد ذلك ولو مرة. موجود شدن همین عذر، یعنی که پیش آمدن همین عذر در هر یک وقت نماز، حتی اگر یک مرتبه هم باشد. یعنی بعد از آن که ما ثابت کردیم همین عذر را و شخص را معذور گفتیم، برای آن که این شخص معذور حساب شدن گیرد
باید عذرش دوام کند و باید که در وقتی هر نماز حداقل یک بار همین عذر پیش آید. فهمیدین؟ یعنی که این خیلی نیست که همین که انسان معذور شد تمام تا آخر زندگیش معذور میماند، نه، بلکه برای آن که معذور بماند باید در هر وقتی نماز حداقل یک بار عذرش پیش آید. شرط نیست که مواصلانه و دوام دهد در وقتی هر نماز، اما مهم همین است که در وقتی هر یک نماز باید یک بار همان عذر پیش آید تا اینکه این شخص معذور بماند. و در اینجا یک نقطه همین است که اگر ما انسان را معذور حساب کردیم، یعنی که عذرش تا مدتی کاملی یک نماز اگر بماند و معذور شود، اکنون که معذور شد اگر عذرش هنگام نماز رخ دهد باکی ندارد. مثلا اگر این شخص چی باشد، زنی باشد که خون دائمی داشته باشد، اگر هنگام نماز خواندن اگر چکره خون یعنی چی شود، بریزد، بیرون شود هنگام نماز خواندنش، چون که راه ندارد و معذور هست، میتواند نماز خود را ادامه دهد. اگر شخصی باشد که از سبب باد، خارج شدن باد اگر معذور حسابیده شود، بعد از آن که معذور حساب شد هنگام نمازش اگر باد خارج شود میتواند نماز خود را ادامه دهد. فهمیدین؟ اما یعنی طهارتش نمیشکند. اما اگر یک نقطه دیگر رو به فکرتون بگیرید، اما اگر یک سبب دیگر اگر رخ دهد طهارتش میشکند. مثلا از سبب بادش اگر معذور شده باشد اما در نمازش پیشاب کند، البته که نمازش و طهارتش میشکند، چون که این از سبب پیشاب معذور نشده بود، این از سبب بادش معذور شده بود. یا برعکس، یا مثلا زنی باشد که از سبب حیزش از سبب خونرویش مستحاضه حساب شده باشد و معذور شده باشد، اگر هنگام نماز خواندن اگر بادش خارج شود، البته که نمازش و طهارتش میشکند، چون که عذری این دوام دادنی یا دوام بودنی باد نبود، عذرش دوام بودنی یا دوام کردنی خون بود. فهمیدین؟ و اخیرا میگوید و شرط انقطاعه و شرطی برطرف شدنی توپی معذور، لقب معذور یا حالتی عذر، این هست خلو وقت کامل عنه، یعنی گذشتنی یا خالی بودنی یک وقت کامل نماز از او، یعنی که از عذر. یعنی که اگر انسان معذور شود و در هر وقت نماز عذر پیش آید حداقل یک بار، اما پس از یک روز، 2 روز وقتی نماز عصر در آید عذر را نبیند، همان پیشاب باشد، خون باشد، باد باشد، پیش نآید و همین خیلی پره وقتی نماز عصر به انتها رسد، در این حالت دیگر معذور، همان لقب معذورش می افتد، دیگر معذور حساب نمی شود. فهمیده چی در ما ثابت کردیم؟ خلاصه این قسمت همین شد. من کم ترک زود هم گفتم، اما انشالله درس رو خوب تکرار کنید میفهمید. سوال ها رو بعدا میگیرم. یعنی که در این قسمت خلاصه همین شد که برای ثابت کردن معذور پوره یک وقت نماز را با عذر گذرانید، معذور شد. برای دوام دادن حالت معذور حداقل باید یک بار در وقت هر نماز عذرش پیش آید و برای آن که دیگر معذور نباشد تمامی وقت یک نماز باید به عذر گذرد. در این حالت لقبی معذور از اون می افتد. برای همین مردمی که زیاد سوال میکنند که من این خل هستم، خونی من این خل هست، ویدیلین من این خل هست، اکثر کسانی که میپرسند که من این مشکلات را دارم، مخصوصا زنهایی که درباره ویدیلین میپرسند، اکثر شما معذور حساب شده نمیتوانید، چون که پوره یک وقت نماز با ویدیلین نمیگذرد. شما دارید 5 دقیقه 10 دقیقه که نماز خود را پوره کنید، برای همین شما معذور حساب نمیشوید. فهمیدین؟ اما انشاءالله درباره تفصیلات این مسائل و سوالهای شما در درس بعدی انشاءالله صحبت میکنیم. من حالا باید روم. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.